روز پنجشنبه در وارشاوا پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با پرزیدنت پولشا و یولایستان اندrzej دودا ملاقات کرد. قصر سفید با اشاره به نزدیکی جغرافی پولشا با روسیه میگوید آمریکا صداقتش به حمایت از اعضای پیمان ناتو را نمایش خواهد داد. بعد اشغال نیم جزیره کریم از سوی روسیه در سال 2014 کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از سلطه‌طلبی روسیه نگرانند. امریکا به حفظ نظم و ثبات اروپای مرکزی و شرقی صادق است. ما با پولشا عکس‌العمل بر رفتار ناآرام کننده روسیه را بحث می‌کنیم. ما از آن خوشحالیم که پولشا با اجرای عهده‌داری‌های مالیه‌اش در نزد ناتو به هر عضو دیگر این پیمان همچون نمونه خدمت می‌کند. اظهارات ترامپ پیش از ملاقات رهبران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و هم مروجیت تلویزیونی او به مردم پولشا صدا داد که همین حالا پخش زنده این گزارش در سایت آزادی جریان دارد. در این سخنرانی پرزیدنت آمریکا از اتفاقچیان اروپایی دعوت کرد که همراه با آمریکا بر ضد تروریسم افراطی اسلامی قیام کنند. روز 7 ایول قرار است ترامپ در هامبورگ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چارچوب نشست سران کشورهای گروه 20 گانه دیدار و گفتگو